صفت بلند بیاگومز تاثیر میکند خوراکی کرم و طرز پرورش کرم. جایی که شما میبینید ما اصول یاشکی دا پرورش میکنیم. این امکانات میتواند به ما نه فقط بیاگومز بلند صفت گیریم بلکه قوای کوری را نیز صرفه‌کارانه استفاده کنیم. اینجا ما خوراک را 5 سانتی متر میتیم و یا خوردن پس بازم 5 سانتی متر میتیم. همین ترتیب ما تا 1 متر میخزنیم. وقتی که 1 متر شد ما به قسم پایانی بالای همین آرماتور را میتخونیم و آرماتور را قسم بالاش میقپد. ما از تگش بیاگومز که تیار شده است ما جدا کرده میگیریم. در این حالت که ما همش در بالا میشود این قوای کوری نسبت به جدا کردن کرم افضلیت میتید. از بالاش ما آبیاری تمام میکنیم که این امکانیت میتید به ما قسم بالای پارو همچون شبنم شده ایستاد. اصول دیگری ما این از سمین بلوک استفاده کردیم و ما تگی آن کلانکه ماندیم. من زمستان با این پولینوی گاو رو با پرس گندم آلرش کرده استفاده کردیم. گازش را همچون انرژی گرمایدهی ما استفاده کردیم. در بلند یک رو پرتافتیم. این امکانیت میتید که حرارت در اینجا بلند شود. من حاضر دیده میتونیم حرارت است. حاضر میگیریم ما جای دیگر در من مونیم هم اینجا 21 باشد. اگر این تگ اینا رو کنیم ممکن که 28 باشد. در اول بهار این حرارت خوب برای ما، در زمستان نیز حرارت خوب است. در حال ما چون این چنگکنک‌های حرارت را استفاده میکنیم. نه حاضر 15 گرادس است و این گونه حرارت سنجاق نیز استفاده میکنیم که نمی هوا را میسنجد. نمی هوا برای ما هم مهم است. این گونه اصول پرورش نیز داریم. اینجا تگش بیتون است، اقلان است. زیادتی اوپو با اینجا میبیاید. پشت دیوار چقره کلان هست و اونجا جمع شده میستد. همون آب را با تکرارا به خودشون همچون آبیاری استفاده میکنیم. حاضر اول بخار است ما کمتر پس بالای اینجا کپ نریشن میکنیم. آبیاری قطرگی میکنیم. این امکانیت میتید که و ما آب سمناک استفاده کنیم. پلوس از عامل‌های انسانی نیست گریزیم. به خاطر که همون وقتی که آب دادن همون آدم خوش دارن ندارن یک جوش میتید یک جوش نمیتید. این به صفتی کار ما تاثیر میکند. اصول دیگری ما این اصول بیرون است. از تگش ما کلانکه پخته بکنیم. از بالای این هم آبیاری قطرگی میمانیم و از بالاش خمیش میپوشانیم. ما در این حالت کوشش میکنیم که معیار مقرر گردیده رو رعایت کنیم. من الکی ما از این بعد شما نشون میدیم. بیاگومز سوی ما مانند چای خواب است. بیاگومز این نوری ارگانیکی کنسنتراسیون شده است که در ترکیبشون کمپلکسی ماده های ضروری غذایی، میکرو المنت ها، فرمنت ها، ویتامین ها، گنم های افزایش و رشد رستنی، آنتی بیوتیک های خاکی و مقدار زیادی گومینی اکسیدات دارد. بیاگومز نه فقط غذا میتد بلکه همچنین رول آنتی سپتیک را نیز میبازد. تو کبار سیتکه ماندگیم پوینش به خاطر وقفت شدن قسم بالاش برای الک کردن از این فقط بیاگومز میگذرد. این تخمش میماند. من الک ما بسیار ساده است لیکن فونکسیون خودش در درجه عالی اجرا میکند. اصول دیگری ما در زیر زمین پرورش میکنیم. این پدوالده در اینجا بسیار ساکن است و تاریک است. این امکانیت خوب است برای پرورش کرم و بخیر کلافونگی. ما خوراک را به پدوال از اینجا میپرتویم با واسطه عربه و در اینجا تیار میکنیم. البته در دام 15 منوت همه معلومات را پیشنهاد کردن این امکان ناپذیر است. شما میتونید خود حاضر به اپلیکیشن درآمده به کانال ما ابونه شده همه معلومات را سر وقت دسترس کنید. اینچنین سوال خود را در گروه تلگرام ما نویسید. ما حتما هر یک سوال شما را پررا جواب میگیم. خب به همه تن صحتی، خانه آبادی، در کارشان موفقیت و برادرایی که در رسی هستند خداوند کشش کارشان اتیاد و نزد پدر مادر بچه‌هاشون با کسته پر آمدنشان خداوند نصیب کنه. تو ویدیو آینده خدا